سلام دوستای گلم، خبر خوب آوردم برایتون. خوشبختانه کشور فنلاند و استرالیا گفته که افغانی هایی که داخل ایران هستن، یعنی مقیم ایران هستن، را ما درخواست پناهندگیشون رو قبول می‌کنیم و میاریم در کشور خود. اومدم دایتون بگم که برید ثبت نام کنید، شانس خور امتحان کنید. راههای ارتباطیتون با دفتر سازمان ملل رو برایتون اینجا میذارم، توی کپشن ببینید، حتما نگاه کنید. شانس خور امتحان کن، خدا رو چه دیدی، شاید بخت با شما یار بود و درخواست پناهندگیتون قبول شد و در یکی از این کشورها مهاجرت کردین، اونم به صورت کاملا رایگان از طریق دفتر سازمان ملل. خوشحال میشم که یک از همشهریان بتونه نجات پیدا کنه و از شرایط سخت بیاد توی آسایش زندگی کنه. خلاصه شانس خور امتحان کن، کاملا رایگانه. برید ثبت نام کن توی دفتر